ولی توی قلاده به گردن فردا روز یادت باشه تو مملکتی داری زندگی میکنی، جایی قراره اجرا بکنی که ما اونجا نفراتی داریم که موشون سفید شد، ریششون سفید شد در انتظار آزادی خوندن. تن به مجوز ندادن، همکاری نکردن، همدست نشدن و موندن، سربالا موندن و دارن همچنان هم حالا جست گریخته کار میکنن، به زحمت کار میکنن ولی موندن. اونا رو هم بذاریم کنار. واقعا شرم باید بکنی از زنان اون مملکت، خیلی وسیع از این دخترها خانوما که دارن کار میکنن ولی صداشون به جایی ختم نمیشه و اینها هیچ وقت شاید این فرصت رو پیدا نکنن که بیان بالا. واقعا شرمگینه. شرم باید بکنید تک تک شما کسانی که اسمتون رو رپر گذاشتید و دارید تن میدید به مجوز ارشاد.